موزگران موزه از کوزگران کوزه از موزگران موزه کوزه و موزه به دستم یلالی بابام یالی یلالی بابام یالی از برا فروش برا اثر فروش اره از برا فروش برا کوزه و موزه و اره و برا به دستم یلالی بابام یالی یلالی بابام یالی اثر تراش پاکو از بافندگان ماکو اثر تراش پاکو از بافندگان ماکو کوزه و موزه و اره و برای پاکوی ماکو به دستم یلالی بابام یالی یلالی بابام یالی از زنجیر فروش زنجیر از زنجیر فروش انجیر از زنجیر فروش زنجیر کوزه و موزه و اره و برای پاکوی ماکوی انجیر و زنجیر به دستم یلالی بابام یالی یلالی بابام یالی یلالی بابام یالی. درود عرض میکنیم دوستانی عزیز. نسل ها عوض میشوند، هنرمندانی نو به صحنه میآیند، ولی این گونه ترانه ها از بین نمیروند. این گونه ترانه ها با هنرمندان نو بازخوانی میشوند و پیشنهاد مردم میگردند. یکی از ترانه های معروفی که در میان مردم تاجیک خیلی شهرت دارد این ترانه یلالی بابا است که از جانب هنرمندان انسامبل گنجینه پیشنهادی ما گردید و دوستانی عزیز در برنامه امروزه گنجور اطراف انسامبل گنجینه حرف خواهیم زد که یکی از انسامبل هایی است که برای احیا و حفظ سرودهای مردمی خیلی تلاش میکند. خوش آمدید به برنامه. و انسامبل گنجینه سال 1986 با تشبث هنرمند زنده‌یاد، هنرمند مردمی تاجیکستان استاد ظفر ناظم تأسیس یافته بود و در همون سال خیلی هنرمندانی با استعداد به این انسامبل جلب گردید و در یک مدت کوتاه نه تنها در تاجیکستان بلکه در اتحادیه شوروی یکی از انسامبل های بانفوذ گردید و همون گنجینه هایی که در همون زمان پیدا کرده شد، در همون زمان جستجو شد، تا حال نیست در همین گنجوری انسامبل گنجینه هستند، از جانب هنرمندان بازخوانی می شوند. خاصتا همین ترانه‌ای که عین حال پیشنهاد گردید، این ترانه خطا نکنم ترانه مردم منطقه حصار است. من تا امروز چگونه ترانه ها در انسامبل مثلا جمع آوری شدند و باز هم جستجو ادامه دارد یا نه؟ البته هنرمندان انسامبل گنجینه سعی کوشش میکنند که سرودهای قدیمه و اتنوگرافی و فولکلوری مردمی رو باز به مردم پیشکش کنند و مردم بدانند که رسم و آیین مردم های پیشتر تاجیکستان جمهوری عزیزمون و حاضره چگونه است و مخصوصا جوانان بدانند که رسم و آیین تاجیکان چخیل بود، فرهنگی مردم تاجیک چخیل بود. بله. و در انسامبل گنجینه قبلا همین گونه بود که در برابر اون که سرودها پیشنهاد میگردید همچنین صحنه های تئاتری نیز داشته میشد وابسته به سرودها و وقتی که ما به مثلا همون بایگانی نظر میافکنیم چقدر صحنه های عجیب بودن، چقدر کلیپ های جالب ثبت میشدن وابسته به سرودهای مردمی که بود. در آن زمان خیلی هنرمندان معروف به انسامبل جلب شده بودند، خاصتا چیلخان خالوف، خود استاد ظفر ناظم و مراد بیگ نصرالدین، سپاهان سعید و احمد جان محمدیف، خاصتا هنرمندان جلب شدند که بعدتر در عرصه هنر تاجیک خیلی سهم زیاد گذاشتند و با سرودهای مخصوص خود، با سبک مخصوص خود شهرتیار گشتند. یعنی مکتب استاد ظفر ناظم آنها را باز صاحب مکتب کردن این هنرمندان را. خب از آن سالها من برای شما نسل ها چی میگفتن؟
چه خاطره‌ها برای شما نقل می‌کرد؟ من چی فضا داشت و امروز چی فضا دارد انسامبل گنجینه؟ البته ما همه اعضایان انسامبل فولکلوری ادنرفی گنجینه و قریب یک برنامه آماده ایستاده ایم برای مردم تاجیکستان که تمام منطقه تاجیکستان رو در بر میگیرد. خیلی نو در کردید در این انسامبل بسیار استادان کار و فعالان نمودن. استاد زنده ظفر نازیموف، سلطانی سعید، چیلخان خولوف و وقتی که اونا فعالان نمودن یک چند برنامه که تا امروز در تاریخ تلویزیون برای مردم پیشکش نموده سادن تمام برنامه بود که برای مردم برنامه جذاب بود که اون در دورنش رقص و بازی بود هر خیلی همون چخیلی که از قدیم الایام بین تاجیک‌ها بود حرکت‌های جاری بود و یا اجرا می‌کردن و ما همون برنامه که به نزدیکی برای مردم پیشکش می‌کنیم یعنی خیلی برنامه است همون سرودها همون ترانه‌هایی که البته همون ترانه‌ای که بودن ما وارد کردیم همون سرودایی که بودن یک چندش وارد کردیم و یک چند سروده نو سرودا درباره ما انسامبل ما خودش انسامبل خلق بله مراسم خیلی که خلق بود میخواد مراسم خلق برای همین دربار میگیره سرودی زرافشانی دارد که از زمان قدیمی هم خونده بودن سرودی ولایت ختلان دارد بدخشانی دارد وادی حصار دارد این طرف وادی رش دارد خرابتگین دارد یک برنامه که نصیب کرده باشد ما همین نیت کردیم ماه می برای مردم پیشکش میکنیم با همه بازی‌هاش خیلی که پیش همین برنامه‌ای که پیش میکردن گنجینه با تمام بازی‌هاش و با تمام حرکتاش بود ما همین برنامه با تمام حرکت‌ها بازی‌ها و قریبی برای مردم پیشکش میکنیم و باهاش خودی مردم بعد باها میتن که ما چقدر برنامه انسامبل گنجینه یگانه انسامبل است که برای حفظ همین ترانه‌های مردمی تمام منطقه‌های تاجیکستان تلاش میکند. همون گنجینه‌های به‌بهای فرهنگ و صنعت تاجیک را از میان مردمی تمام منطقه‌ها جلب میکند. پیشنهادی مثلا مخلصان میگرداند. هستند انسامبل‌های علاهیده فولکلوری ولی آنها فقط مثلا به یک منطقه به یک مثلا حدود روانه شدن. واقعا در یک زمان خیلی مهم در یک زمان تأسیس یافت که به همین گونه انسامبل ما نیاز داشتیم تا همین گنجینه ها را حفظ کند جمع آوری کند تا این وقت همین گنجینه ها بودند تنها در میان مردم بودند ولی آنها در یک مثلا باگاج مخصوص مثلا جمع آوری نشده بودند که خوشبختانه امروز هست اکثر آنها برشته نوت نیز در آورده شدند نه حاضر به نوت در آوردگی نه این که سرودی خلق است این سروده هست که با واسطه با طریق دایره میخونید با اسباب موسیقی میخونید اما خیلی که از قدیم الان بودن یا که فلک دشتی بی اسباب رفته خود در صحرا خود در بیابان خود در کوسر فلک میزدن از این قدیم الایام که همون سرودی فلک هم در همین برنامه هست و ما هم خیلی تصمیم گرفتیم که همین چگونه سرودها تازه جلب کردید ولی ما که مثلا از همون ترانه‌های قدیمی که در انسامبل بود آگاهی داریم این ترانه‌ها حالا که در تمام منطقه‌های تاجیکستان مشهور است و ببینید که یکی از برتریت‌های انسامبل این است که در برابر آنه که مثلا سرودها را جلب میکند آن سرودها در تمام تاجیکستان محبوب میشود دیگر مال یک منطقه نمیشود مال تمام تاجیکستان میشود وقتی که نو تأسیس یافته بودم این انسامبل گنجینه استادم خیلی کار داشت که هر یک حافظ هر یک نوازنده هر یک رقاصه هر یک هنرمندی همو گنجینه منطقه های چون میرفتن و ای موسفیدو ای کمپیرو ای همه مردمی کلانسالی همونجا سخن جمع میکردن ایجادیات جمع میکردن میآوردن ثبت میکردن بعد اینجا کار میکردن و ثبت میکردن پیشترایی خیلی بود حاضر ما را میگن که مثال روزای بیکاریتون کتابخانه ها بسیار کتاب های ایجادیاتی دوانکی خلق بسیار ای همون میگیرن حاضر رو چون مثال آهنگ میکنن کار میکنن بعد بسیاری ما اینا شخصا خیلی بچه ها هستن ما اینا کدام وقتی که همین بطنا میغلطیم مثال طرف کلاب طرف خرغان تپه اونجا میغلطیم دویم کفتکو میکنیم ده یک چی نو بیاریم یک چیزی نو کنیم یک میاریم هم بچه ها قطعی یک جایی کار میکنیم تمرین میکنیم موسیقی چی قطعی
я чӣ нав меброем оли нав программаи нав кардагем ҷудатон ҳастам ӯ шаб рӯз чӣ қадар маъруфият дошт мардум чӣ гуна қабул мекард мардум ё мерафтен масалан чӣ гуна аз бас ки ҳами фонограмма консертҳо мешуд ҳами фонограмма мо соли 79 то 90 вақте ки мебиромадем сафарҳои ҳунарӣ ҳамун мардум вақти намеёфтем ки мисол як тамошобин қати як хешт меомад як тамошобин меомад ӯ қати вақти намеёфтӣ ки ақаллан салом кунӣ барое ки ҳамаи ҳамун одамо банд будан ҳамаи кор ҳар кас ба худаш як вазифа дошт то вазифата ҷобаҷо мекардӣ то корта буд мекардӣ то вақта мегзарондӣ ки меомадӣ аллакай вақти консерт сар шудаи дигар фурсат намешуд одам тамошобин ҳамаш муштоқи санъаткор буд фарҳангиё буд орзу мекард ки ами як гапи як сухани ма бираса ба ҳамун санъаткору ҳамун санъаткор мувофиқи гуфтаи ма як чӣ бихона аму по мерафтем як вақт консерт баъд устоду ношим консерта буд кард гуфт ки мардум хай шаббахайр кард қати мардуму хост аз ҷош бихеза ки як тамошобин аям байни мардум акай одина оли як дам давида омад ҳами пеш саҳна ба зону нишасту гуфт ки акай одина ҷун яй гап гу бас яктай дигар гу бас як маънош неки устод одиношим якта гуфт вақте ки устод зафар нозим мерафт кӯлоб консерт мо ҳамаи санъаткоро ҳатто санъаткорои калонмон ай устод зафар нозим як чӣ нав мешнавидем ами ҳама да орзу буд ҳама да ами хеле нигоҳ мекард ки кадом вақт устод ҳамун суруди нава мехона. Ташаккури зиёд ва боз чӣ тарона аст ки пешниҳоди мо мекунед? мо ҳозир як тарона бачаҳо қати кор кардагем тамрин кардем машқ кардем хеле тайёр кардем ана ширин мегӯянд шуморо ман вақте ки падарам 87 будан баъдам як рӯз гуфтам ки отаҷон шумо хай солтон рафта барои мо ягон чиз наметиҳен гуфт ки бачаам ман телефонта биёр чизе ман мегӯм запис кардан бигӣ баъд ман навиштам гирифтам ҳам чизоро сабткам гирифтам омадем як чизи кӯнаи падарияй ҳамура барои шумо мехонам. ширин меган шумора бибар бифрӯш тумора пули моро мавиз хар насиб кунад шумора пули моро мавиз хар насибе кунад шумора духтари уста мансур қадакат қади тамбур духтари уста мансур қадакат қади тамбур дар ишқа кочидем пур ширине меган шумора дар ишқа кочидем пур ширин меган шумора ширин меган шумора бибар бифрӯш тумора пули моро мавиз хар насиб кунад шумора пули моро мавиз хар насибе кунад шумора ҳамсаббаву булбулӣ киртат мекунам гулӣ ҳамсаббаву булбулӣ хок дар сари бепулӣ ширине меган шумора хок дар сари бепулӣ ширин меган шумора ширин меган шумора бибар бифрӯш тумора пули моро мавиз хар насибе кунад шумора пули
نصیب کند شما را پولی ما را مویسخر نصیب کند شما را من میگم ای یارکی جون میگم غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون من میگم ای یارکی جون میگم غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون بالای کمرا دشتون دسته برگشته بالای کمرا دشتون دسته برگشته عشقی من یار غرمنده آواز شده عشقی من یار غرمنده آواز شده من میگم ای یارکی جون میگم غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون بالای قراتگین گرفته جاله بالای قراتگین گرفته جاله گردی سری یارنده شکفته لاله گردی سری یارنده شکفته لاله من میگم ای یارکی جون میگم غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون همین سرودهای مردمی مثلا همین رباعیات و شعرهای دو بیتی های مردمی لطفای عجیب دارن مثلا خاک در سر بیپولی و من گفتم و بعد اون برده فروختن و دیگر چیز ببر بفروشتم برا واقعا لطفای عجیب دارن اصلا همین پدر ما خودش حافظ آمدگی حافظی همین مردمی خلقی همین معرکه های مردم ده خدمت میکردن ایامو دورهای باباشون و پدراشون جمعواری کردگی بسیار داشتن وقتی که می سرایدن مثلا 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت میخوندن همین 2 ساعت چیزای نو دنو بعد داستانو میخوندن مثال داستانای هر خیلی داستانو میخوندن خب و در منطقه ایسار و زرافشان همیگونه قصه خوانی و همیگونه سرودهایی که حالا پیشنهادی مردم نشدن حالا یوز نشدن خیلی زیاد است البته خیلی زیاد است از زمان قدیم ایام در وادی زرافشان چخیلی که نو در کردیم در ولایت ختلان فلکی دشتی میزنن فلکی روغی در زرافشان روبوتی زرافشان از زمان قدیم ایام همین در برنامه ما خیلی یک برنامه ما جو کردیم یک سروده یک فلکی زرافشان ما میخونم این طرف ختلان که نورونشو وادی ایسار اکبری دولت همین خیلی جو کردیم که در این برنامه هست از زمان قدیم ایام خیلی من خیلی رفته کوی صحرای مولپوی میرفتن هنگام مولپوی هنگام علف دروی هنگام به هیزم رفتن خط خطی زرافشان گذر میکردم دخترانی خوش قد نظر میکردم گل دیدم و گل دیدم و گل را دیدم گل غنچه در وادی زرافشان دیدم گل غنچه در وادی زرافشان دیدم زرافشان خیلی بود من در وادی ایسار من خیلی اکبر دولت در پاوی من نشسته است با اینش با اکبر دولت با واضح‌تر میفهموند که چه در وادی ایسار خیلی فلک میخوندن خیلی رویه بود اینا با من اکبر دولت برای شما با واضح‌تر میرسوند در وقتی گندم دروی بسیار میسرایدن موسیقی دو وقتی گندم بود کردن با مایده یا مایده گفته بسیار یا که در وقتی عروس و داماد آوردن شه آوردن با ای شه مبارک بوده گفته از پسی عروس و داماد شه مبارک خونده می آمدن و بسیار سروداش بین مردم بسیار وای شدگی هست معروف و معمول شدگی هست خب اصلا از دهن خلق این سرودا
همین موسیقیدایی که پیش در همین دیه ها بودن یک چیزایی همین از دهان خلق میخوندن که همون آدم جالب بود، بسیار راحت میکردی. وقتی که خیلی درباره انسامبل گنجینه بسیار سخنهای خوب رفت، وقتی که تأسیس یابی انسامبل گنجینه که ما خورد بودیم و این انسامبل بسیار نامدار بود و همه استادای صنعت بودن، گنجوی گنجینه بودن، بعضیشون امروز در بین ما نیستن. بسیار یک سرودهای پیشکش مردم کردگی بودن و در منظره ها بسیار آنها را ثبت کردگی بودن. من سرودی بازوبند همین قطر تا حال اگر که خونان هیچ در بدی مردم نمیزند بود مردم دیگه خیلی یا که شال میبافم یا که سرودی از قرطاق آمدیم. همین سرودهای بسیارتر در آینه نیلگون تماشا میکنیم. بعد مهر و محبت ما نسبتی انسامبل گنجینه و سرودهای فولکلوری اتنوگرافی گنجینه بسیارتر شد و امروز خوشبختانه در همین انسامبل کار و فعالیت کرده ایستادم. خب امروز در بین شما یک سرودی که فقط با دایره سرودی نگاره جان است که این هم سرودی که از بین خلق گرفته شده است. همین آواز پیشکشی شما میگردونید. های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه. های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه. دختر گلی زردالو دو چشمات مثلی آلو، دختر گلی زردالو دو چشمات مثلی آلو، یک بوسه ای آب دارو ته با درد دلم دارو، یک بوسه ای آب دارو ته با درد دلم دارو. های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه. زلفانی خم خمی تو ما مردیم در غمی تو، زلفانی خم خمی تو ما مردیم در غمی تو، فردا روز قیامت خونو برگردنی تو، فردا روز قیامت خونو برگردنی تو. های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، های نگاره جان نگاره دیلک ما کردی پاره، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه، زلفکاره زدی شانه مرا کردی دیوانه. همچنانه که سرودهای خاص از سرودهایی که به همه هنرمندان تعلق دارد و در این برابر با سرودهایی هست که به یک هنرمند تعلق دارد، همین طور سرودهای فولکلوری. چون که یک زمان سوال چیلخان خالروف رو با سرودهای مخصوصی فولکلوریش میشناختند، شوق شوق و چندین سرودهای دیگر و همچنین هنرمندان دیگر رو. امروز هستند سرودهایی که میگونه به یک هنرمند تعلق دارد، خصوصا سرودهای فولکلوری. سالهای 78 من صنف 10 تمام کردم. بعد یک مسافر بود همون نزدیکی مونده، همسایگی مونده، سلخش تباری هم داشت. دویم پیش همون میرفتیم میشتیم و خوش صحبت و چخچخ میکرد. قریب خیستان نشید گفت که نورانشو تو بشین، مردم برا و مایلش تو بشین ایجاده. من یک چیز دارم همین چیزا باته بتم، بعد مایلش برا باتم. من گفتم مایل خیلی شیشتیم. بعد شیشتیم گفت که یک سنی پسرچش گفت که رستم جان یک روچکا و یک برق بیار. بعد آوردن قلم روچکاش، قلم و دفترش، گفت که نویس بخری خودت بنویس که خودت پگه خونده بتونی. بعد این سرودی اولی گل بگیم جون میگن کو
میکنم سیلانته. همی گلبگیم جان یک داستان خودش. این نه کمتر ای 6-7 کوپلته. همی چیزا خوندیم، از زیاد کردیم، خوندیم همی چیزا با همی چیز مردم مورا چند قدر که قبول داشت با این سرود قطعی کو سرود شوخ همی بای بود. این مردم این قطعی با مرا 10 چند شناختن و 10 چند قبول کردن. گل بگیم جان میکنم سیلانته، هرچی کنم تعریفی چشمانته، در زمستان بهاری خندانته، خاک نیافتی بتی مهمانته، موشا بردن تو شو تلقانته. دختری 4 خال وزیرم شیر شده، عمری جوانیش گذشته پیر شده، گر نبو گوشواری بگیم گم شده، میرا خورا میدیه تاوانشه. چین ما چیند مرا دیوانه کد، قد دلا چیند مرا دیوانه کد، موی قم چیند مرا دیوانه کد، یک پگاهی آمدم دنی درد، دودی سرگیند مرا دیوانه کد. دخترکا ایتان مبارک شود، کرتای نو چیتان مبارک شود، گل بگیم جان میکنم سیلانته، هرچی کنم تعریفی چشمانته. عجیب میگردم سیلانته چی هستین؟ میکنم سیلانته یعنی نگاه میکنم، یعنی امی حسیاتی مرا به خودت گرفتگی ده. ما امی چیز ده مشتاقتم، نه مشتاق دیدارتم هم خیلی. تشکر زیاد. واقعا درباره فولکلور اون گنجینه های بیبه های مردمی تاجیک حرف زدن خیلی شیرین است، خیلی لذت بخش است. وقتی که باز اون ترانه ها رو میشنوی چقدر در آن لطف و مطایبه و شیرینی های عجیب و تاریخی عجیب نهفته است. و سپاس به شما، سپاس به انسامبل گنجینه که امروز دعوت ما را قبول کردند و خیلی یک صحبت جالب، یک برنامه جالب پیشنهادی بیننده گردانیدیم و امیدوار هستیم که باز هم ترانه های جالب تر، باز هم همون گنجینه های خفته که در میان مردم هستند از میان شما پیشنهادی بیننده میگردد، باز هم شما اون گنجینه ها را پیدا کرده به مردمی کشور پیشنهاد میکنید. و در انتها شما گفتید یک ترانه زرافشانی که با نام بیبی نوچ خیلی در کردیم. هر یک وادی با همون دیه‌هاش با هر لهجه خودش دارد. بله. این لهجه کدام لهجه وادی زرافشان. در وادی زرافشان یک دیهه هست که با نام دردر و یا تماما لهجه شو دیگر. سال از ما قدیم الایام هم خیلی وای دارن. کلی کی بام آبزگی چای کی چای دم کگی خشم بهای دردر سلفگاشون توب دگی. اینو انا خیلی لهجه دارم. اما از جمله سرود بیبی که با منطقه زرافشان حق داره من برای تماشابینان پیشکش میکنم. و دوستان عزیز برنامه گنجور بود. یادآور میشم که مهمانان برنامه ما هنرمندان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف بودند و در انتها بازم یک ترانه دلنشین پیشنهاد شما میگردد. جانی جانم بیبی سروی روانم بیبی در قدمتون جونم پیشم بیاید بیبی در قدمتون جونم پیشم بیاید بیبی. دل داده و گشتیم پشیمانی شما، من تشنه‌ام به دیدن روی شما، گشتم به هزار حیله و مکر فریب، نامردمی چشمانی شما، گشتم به هزار حیله و مکر فریب، نامردمی چشمانی شما. ای جانی جانم بیبی سروی روانم
قدمتون جونم پیشم بیاید بی بی در قدمتون جونم پیشم بیاید بی بی مردم به خدا برای نامی بی بی جان دلی من فدای نامی بی بی با این همه کار و فرمنی خشلاقی کشمسی شوم به نوگی پای بی بی با این همه کار و فرمنی خشلاقی کشمسی شوم به نوگی پای بی بی جونی جانم بی بی سروی روانم بی بی جونی جانم بی بی سروی روانم بی بی در قدمتون جونم پیشم بیاید بی بی در قدمتون جونم پیشم بیاید بی بی پیشم بیاید بی بی پیشم بیاید بی بی